برای من دویم که بابی قربانالی من در عموم مقابل نیستم که مثال برادرای ما مقصد خوب یعنی بگیم از همین راهی تصوف مثال پیروی کنن ما در این مقابل نیستیم. من مقابل اینم که بیسواد بسیاره بیسواد مثال همین کورکورونا میروند البته کورکورونا بسیارش مقصد از علم قرآن حدیث باز میگم از جمعی مثال مجتهدها از همه خالی هم برای همین میدونی که صوفی علیه میگه که حالا شیخ جاهل همین شیخ هایی که جهل دارن یعنی بیسوادن شیخ جاهل گر پرد به سما خورد آتش و رود به دریا گر تو این را کرامات دانی زن طلاق نامسلمانی. اگر نفری را میبینی به علمه ولی در آسمان رنگ پرنده میپره بالای دریا در راه میگرده اگر همه عمل از همه آدم کرامات قبول کنی زن طلاق مسلمان نیستی. زیرا میگه این کرامات فقط و فقط میگه در عالم ها میگه این چیز رخ دادنش ممکنه در آدم بیسواد نه. در آدم بیسواد ایرا استدراج میگن. برای همین من جانبدار ای هستم دادر عزیز که مردم وقتی که اصلا همین اهل تصوف یا خداوند صوفی میگیم یا شیخ میگیم همین عبارت از تزکیه نفس های یعنی مثلا همیشه پاک کردن نفس. قرآن چی میگه؟ قد افلح من تزکه و قد خواب من دسه. الله میگه هر کسی که اگر نفسش پاک کرد به تحقیق نجات یافت. هر کسی که نفس آلوده کرد به تحقیق خار شد. برای این اصلا عبارت برادر عزیز اولی در کتابو میگن برای چی نام میاره صوفی میگن میگه یک معناش اگر از حسابی صاف باشد پاک باشد نام دیگرش صوف پخته را میگن. پخته یعنی به معنای جنده پوشن یا هیچ میل به دنیا ندارن. اصلا باید نفرهایی که اهل طریقت میشوند اینها باید که به دنیا یگان ربط نداشته باشن یعنی هیچگاه دنبال دنیا ندوند. حضرت معاویه میگه در یک صحرا میگه نشست در یک صحرا نشست و بعد میگه من می قصه را کنم بعد دعا کنم. بعد میگه پیشش تا اسکراش و اسپاش و شتراش بود. بعدم خیلی نگاه کرد سنی قومش گفت که خدا رحمت کنه ابوبکر صدیقه نه دنیا داشت و نه دنیا از عقیبش میدوید. ببینین حضرت معاویه چی میگه؟ خداوند رحمت کند ابوبکر صدیقه نه دنیا داشت نه از دنبی دنیا میدوید. خدا رحمت کند حضرت عمره ایره حضرت معاویه حکایه کیسه دنیا نداشت ولی دنیا از عقیبش میدوید ولی هیچگاه قبولش نمیکرد هیچگاه قبول نمیکرد. گفت خداوند رحمت کنه حضرت عثمانه یعنی او گفت کمی مقصد از دنیا برخوردار بود. خدا رحمت کند گفت
خداوند راضی باشه از علی هم در زمانش بوده که این بنده خدا هم گفت نه دنیا دارد نه مقصد به دنیا میل دارد. بعد میگه بعد این گپ را زدن حضرت معاویه، بعد میگه سرشم تا پایان کرد گریه کرد. بعد گفت ما گفت با دنیا بسیار رابطه زیاد پیدا کردیم. یعنی یک چیز است که در اهلی همین مردکایی که به همین کار سر کار دارن همین چیز باید که نباشه. همین زمان بعد خوبیش در چیه که همو مریدها هم یک چی متاثر می شوند، مردم هم همین راه و رویش انتخاب میکنن. این همش از همین وابستگی داره. دنیا در داده شیدن در کار نیست. خدا نگهبانتون باشه. برادرها خوبی؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. اللهم صل على روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. منم قرآن کلام حق چرا من را نمیخوانی؟ منم قرآن کلام رب چرا من را نمیدانی؟ دلی دردمند را دوا
قرآن تن مجروح را شفا قرآن هرچی خواهی ز دست قرآن جوی که بود گنج علم ها قرآن فاش میگویم آنچه در دل مضمر است این کتاب نیست چیز دیگر است گر به جان در رود جان دیگر شود گر به جان در رود جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شود گر همه خواهی مسلمان زیستن گر همه خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن دل دردمند را دوا قرآن تن مجروح را شفا قرآن هرچی خواهی ز نص قرآن جوی که بود گنج علم ها قرآن بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن این کلام الهی باشد صدای قرآن درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است آیین ما همین است برنامه های قرآن آیین ما همین است برنامه های قرآن پس این زمین و آسمان دریاها و کوهستان استادارن تو بدان استایشان خدا جان لا اله الا الله 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 میبرد غم از دلها لا اله الا الله زنده میکند جانها لا اله الا الله زنده میکند جانها لا اله الا الله هر محفیل کی در وی گفتگو کنند از حی هر محفیل کی در وی گفتگو کنند از حی میرا محفیل آنها
لا إله إلا الله میرم محفل آنها لا إله إلا الله میبرد غم از دلها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله عاشقان قرب الله طالبان وجه الله عاشقان قرب الله طالبان وجه الله ذکرشان بر دیوانها لا إله إلا الله ذکرشان بر دیوانها لا إله إلا الله میبرد غم از دلها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله در سمک چونین سوداست در فلک چونین غوغاست در سمک چونین سوداست در فلک چونین غوغاست قیل و قال محفلها لا إله إلا الله قیل و قال محفلها لا إله إلا الله میبرد غم از دلها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله زنده میکند جانها لا إله إلا الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل يا رسول الله نزل امشب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم امشب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم جای تو بر چشمان کنم از من چرا رنجیده ای جای تو بر چشمان کنم از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر یا رسول الله نظر من عاشقی دلخواه تو من عاشقی دلخواه تو ابروی تو چون مای تو من عاشقی دلخواه تو ابروی تو چون مای تو من عاشق شیدای تو از من چرا رنجیده ای من عاشق شیدای تو از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای رنجیده ای رنجیده ای از من گناه چه دیده ای رنجیده ای رنجیده ای
از من گناه چه دیده ای دایم گناه بخشیده ای از من چرا رنجیده ای دایم گناه بخشیده